لیکومولی بهتر برانید. روغن موتور لیکومولی آلمان. خب خیلی ممنون. اما در بخش بعدی برنامه همونطور که بهتون وعده داده بودیم مهمون تلفنی امشب ما کسی نیست جز آقای علی دایی که پشت خط هستن. میخوام که پیرامون سه هفته پیش دیدار تیم‌های پرسپولیس و سایپا اتفاقاتی که در اون بازی رخ داد با هم صحبتی رو داشته باشیم. آقای دایی صدا من شبی شبتون بخیر. آقای دایی صدا من شبی شبتون بخیر. آقا صدا من میاد. آقا دایی اتفاق قطعه باشو. آقا شبتون بخیر. عادلانه سلام دارم خدمت تمامی بیننده بسیار خوب برنامه 90 در خدمت شما هستم. بفرمایید. ببخشید بعد موقع ما دامتون شدیم خوابیده بودید. آقا به شما چه ربطی داره داداش؟ خیلی عذر میخوام اگه من تو زندگی شما دخالت میکنم. آقا چقدر زود عصبانی میشید. ما میگم که پیرامون سه هفته پیش دیدار تیم‌های پرسپولیس سایپا و اون ضربه سر برشانه شما به صورت 6 رضایی زدید. همه کارشناسا داوری گفتن علی دایی باید از زمین اخراج میشده ولی اینجوری نشده. کلا به نظر این حرکت خیلی قشنگ نبود. قبول دارید دایی؟ آقا فداسپور خیلی عذر میخوام. خیلی ببخشید. شما فیلم بازی رو بازبینی کنید. از اول بازی تا آخر بازی آقای شیخ دایی اومده داره پیلن منو میکشه. میگم داداش قلبونت برم فدات بشم هم قد منی هم وزن منی یه کف کلگی بخوابونم تو صورته. داله فوز میده تلتوفت میگه. ضمناً من به صورت آقای شیخ دایی اصلا ضربه نزدم. آقا چجوری میگه ضربه نزدن؟ حداقل 60 میلیون نفر دیدن که ضربه زدی. همه مطمئنم که میگن شما باید اخراج میشده. آقا دو فداسی بود داداش من ضربه نزدم. من با کلم ایشون هدایت کردم. آقا اگه اینجوری باشه خب زیدان هم برمیگرده میگه تو جام جهانی با کلم ماترازی رو هدایت کردم. این یکی حرفی میزنه اون یکی حق بر خودش حرف. قبول دارید؟ آقا فردوسی پور خیلی عذر میخوام. خیلی ببخشید. همه بدبختی دیدی سر شما. برگشتی گفتی تو جام جهانی زیدان با کله زده تو صورت ماترازی هم از تحصیل علی دایی بوده. من گفتم تقصیر علی دایی بوده. حاضر قسم بخورم یه حرفو نزد. آقا فردوسی پور داداش قسم نخور. من باز پاشم باز. نشون به این نشون گفتی تو بازی زیدان بغلت ماترالی لست داده. ماترالی در گوشی بهش گفته علی دایی. اینم خوابونده تو صورت. درسته منم بیا پشت شما حرف بزنم. آقا حالا کار نداریم. میگن راست میگن که سوت پایان بازی تیم‌های پرسپولیس سایپا رو داور نزده شما زدی. من سوت زدم. خیلی عذر میخوام. اصلا سوت زدم بلد نیستم. در طول عمرم یه بار سوت زدم اونم اینجوری شد. ولی دست زدن رو خیلی خوب بلدم.